در این درس دو مدل دبرویم. این دومی درسی مدل بوی فودوی در برنامه ضرب و تقسیم است. اون رو دبرویم کسری. این نمودی سوال رو چیکار میکنیم؟ البته که همچون عدد ها اگر فکر کنیم مخرج ها باید هم وقت برابر کنیم. برای همین در اینجا یک مخرج داریم 4x جمع، برای همین هر دوی فوده 4x جمع 3 رو میدیم. هر دوی فوده این مخرج رو میدیم و این مثال ها رو کار میکنیم. این چی میشود؟ 9 تقسیم 4x جمع 3 و دومش اگر قدم به قدم نویسم 2x یعنی 4x جمع 3 باید کنم. مخرجشون 4x جمع 3 و اینها برابری 4 ضرب 4x جمع 3 تقسیم 4x جمع 3 یعنی مخرج مو 4x جمع 3 است. و بعد این رو کار کنیم همه وقت از همه روی نست همه ایفاده رو به یک طرف جمع کنیم، چون که در یک طرف باید نام باشه مولد کار کنیم شما آسان میشه. اگر اختصار نکنیم وقتی اختصار میکنیم بعضی ریشه ها رو هم اختصار کردن ممکن است با خطاگی. در اینجا باید دقت کنیم. ببین همه ایفاده رو به یک جا جمع کنم و یک مخرج نویسم و ایفاده رو هم قوس رو کشم. این چی میشه؟ یک مش 9 همش رو به طرف چپ جمع میکنم. 2x یعنی این جمعی چند میشه 8x کوادرات جمع 6x مینوسی من یه برو میزنم 16x مینوسی 12 یعنی من ایفاده طرفی راست رو به چپ گرفتم تقسیم 4x جمع 3 برابر 9 و این رو اگر ما صورت رو ساده کنیم 8x کوادرات هست مینوس 6x و 6 مینوس 10x میشود مینوس 3 تقسیم 4x جمع 3 برابر 9 میشه و این مدل ما باید کار کنیم. با قوس ها جدا کرده میتونیم به فکرم اگر با قوس ها مثلا صورت رو نگاه کنید قوس ها جدا کردن دشوار است. بیاین مدل رو کار کنیم. مدل چی میشود؟ x1 و x2 از روی مدل کوادراتی اگر رویم در اینجا b مینوس 10 میشه. من یک بار می نویسم پلوس مینوس دیسکریمینانت ما b کوادرات یعنی 100 مینوس 4 ضرب 8 ضرب مینوس 3 خطی کسر تقسیم 2a یعنی 16. من مخرج رو ندیده ایستادم فقط صورت رو و این رو اگر ما ساده کنیم این به چی برابر می شود؟ 10 پلوس مینوسی این 32 96 ریشه یکم این چند می شد؟ به 14 برابر است. 14 تقسیم 16 و این رو اگر ما ناستر کرد نویسیم x یکی ما به چی برابر می شد؟ 10 جمع 14 بیمینیم و یکنیم 24 تقسیم 16 و x دوی ما اگر مینوس 8 رو گردیم مینوس 4 تقسیم 16 مینوس 1 تقسیم 4 یعنی این است. و در مخرج هم تفتیش میکنیم. مخرج برای چی تفتیش میکنیم؟ چون که مخرج نباید برابری 0 شود و x باید نباید برابری مینوس 1 تقسیم 4. در صورت میبرم خیلی ریشه نیست یا هست؟ نه خیلی ریشه نیست. برای من دو ریشه ما اینها ریشه مدل کوادراتی ما میباشد. باز یک مثال کار کنیم. در اینجا باز ایفاده مرکب با مخرج ها می چه میتونیم x مینوس 2 x جمع 2 ما میدونیم که x مینوس 2 ضرب x جمع 2 هم وقت برابر x کوادرات مینوس 4 است و اینجا میدونیم x مینوس کوادرات مینوس 4 است و دویمش x جمع 2 میدیم و یکمش x مینوس 2 میدیم و بیاین ایفاده رو ضرب کنیم. این چی میشود؟ x جمع 2 x جمع 1 خط کسر x مینوس 2 x جمع 2 اگر در یک مخرج نویسیم سورده که x مینوس 2 x مینوس 3 x کوادرات مینوس 4 و برابر 12 تقسیم x کوادرات مینوس 4 است و قوس رو میکشیم همه ایفاده به طرف چپ جمع میکنیم. قوس رو اگر بکشیم میشود x کوادرات جمع 3x جمع 2 مینوس x کوادرات من یک بار مینویسم مینوس 2x جمع 5x چون که در اینجا مینوس است تقسیم میکند جمع مینوس 6 مینوس 12 طرفی راست آوردم همش تقسیم x کوادرات مینوس 4 برابری 9 است. ایفاده رو ساده میکنیم باز چوری اختصار میکنیم x کوادرات رو چکار کنیم میروم 3x جمع 5x این 8x میشود مینوس 4 مینوس 16 خطی کسر x کوادرات مینوس 4 برابر 9 میشود. از اینجا میتونیم که ریشه صورت رو اگر یابیم این چی میشود؟ x برابر 2 است یعنی 8x مینوس 16 برابر 9 x برابر 2 است. لیکن مخرج رو باید تفتیش کنیم. مخرج نباید برابر x کوادرات مینوس 4 برابر 9 شود و از اینجا x نباید پلوس مینوس 2 شود. لیکن ما در بولو 2 یافتیم در پایین هم دوش نمیتونیم. برای همین این مدل
این معادله ریشه ندارد، چون که ریشه یافتگی ما هم در مخرج است. ریشه برای همین این معادله ریشه ندارد.